خراجگرون و گناهکارو کلچو پیش عیسی گرده بیستن تا قصاش فهمه. اما عالمون فرقه فریسی و معلمون تورات به غرغر بگفتن این شخص گناهکارون بپذیره و پی هانو همسافره ببوا. عیسی این مسئله سیشو آورد کی اشامو که 100 بره داشته بوا و وقتی یکی هانو ول بوا اون 99 تانمی صحرا نهله و دما او ول بیسن نروه تا او آنه جوره. وقتی برای ول بیسن اجاس اوانه پیش شدی سرشونه و نوه به خونه و مسه رفیقون و همسونه گرد کنه و بگوه پیما شدی کنه سیان که برمه که ول بیس بیده انتو جستم به شامو بگوام ای طورم سیه گناهکار که توبه بکنه شدی خیلی گپی می آسامو برپا ببوه و 99 ساله که محتاج به توبه نیسن. و یا کوزون است که 10 سکه نقره داشته بوا و وقتی یکی اهانو ول بوا چراغ نگل نو خونن نروفه و تاوان نجاسه اکل مجو نویسه و وقتی وانجاس رفیقون و همسون بانگ زنه و بگوه پیما شدی کنه سیان که سکه ول بیسی خوما اندو جستم به شامو بگوام ای طورم سی تو به یک گناهکار در حضور ملاکون خدا شدی برپا. اوسو ادامه داو فرمود پیای 2 کوک داشت. روزی کوک کچاک به بوی خودش گفت ای بوا سهمیه که ادورایی تا به ما برسنه ایسو به ما ده. و بوا مال خوش بین هر دو بر کرد. هنی چند روز ایان نگذشت بید که کوک کچکتر هرچی داشت گرد کرد راه دیار دیر بیس مال منال خوش اونجو به عیاشی بباد. وقتی هرچی داشته خرج کرد قحطی شدید می او دیار اومه و او سخت محتاج بیست. سیان خدمتکاری یکی ام مردم اون محل پیشه کرد و هم او به مزرعهش فرستنید تا خوکون غذا ده. کوک آرزو داشت گده خوشپی خوراک خوکو سیر کنه اما هیچ که به او چین هم داد. اخیر به خودش اومه و گفت می خونه بوام خدمتکارونم به اندازه کافی خوراک دارن حتی بیشتر هم دارن. ما اینجا دارم اگسنی بمیرم و ورسام پیش بوام بروم و بگوام بوا در حق تان و در حق خدا گناه کردم دیگه برازنده نیستم کوکت خوانده بوام پیما لف یکی از خدمتکارونت رفتار کن. پا کوک ورسید و روی خونه بواش بیست. اما هنی دیر بید که بواش او دید. دلش به حالش سخت و دو کند گرفتش اوش و غرق بوسش کرد. کوک گفت بوا در حق تن و در حق خدا گناه کردم دیگه برازنده نیستم کوکت خوانده بود. اما بوا به خدمتکارون گفت زیتره بهترین جمعه بیاره و کنی وش انگشتری ونی کلکشو توشی پاش کنی گوسال پرواری بیاره سر باریم تا خوریم و جشن گیریم.
سیان که اکوک ما مرده بید زنده بیس ول بیس بید پیدا شد پوندن به جشن شادی کردن. اما کوک گفتر می مزرعه بید. وقتی نهنگ هوش رسید و صدا رقص و آوازه شناخت یکی از خدمتکارون بانک کرد و پرسید چه خبره. خدمتکار جواب داد برارت اومسه و باید گوسال پروار سر بریده سیان که کوکش به سلامتی اندو به دست آورده. اما کوک گفتر جرومه نخواست روش و بوا اومد در و التماسش که آیهش. اما او در جواب بوا گفت الان سالاست که تا نه خدمت کنم و هیچ وقت نبیسته که دستوراتت انجام ندایه بود. هی حال هیچ وقت نبیس یه بازغالی کوچک به ما دی تا پی رفیقونم صفا کنم. اما ایسو که ای کوکت ورگشته کوکی که دروی تا نپی زنون بدکاره به باداست سیش گوسال پرواری سر بریدی. بوا گفت کوکم تا هی پیمانی و هرچی دارم مالتانه. اما ایسو با جشن گریم و شادی کنیم زیان که ای برار تو مرده بی زنده بیست ول بیس بی پیداشت.